5 تا از بلندترین برج‌های جهان. برج خلیفه دبی. این برج 163 طبقه است و با ارتفاع 828 متری تا الان بلندترین سازه به دست انسانه. ساخت این برج 6 ژانویه 2004 شروع شد و در روز 4 ژانویه 2010 به پایان رسید. برج بعدی برج میلاده. برج 435 متری در شمال غربی تهران که بلندترین برج ایران و 24مین سازه بلند جهانه. ساخت این برج 11 سال طول کشید. برج بعدی برج ایفل پاریسه. برجی فلزی در میدان شاندومارس واقع در شهر پاریس. امروزه برج ایفل به عنوان نماد فرانسه شناخته میشه. این سازه یکی از شناخته شده ترین بناها در جهان است. برج بعدی برج شانگهای. آسمان خراش 121 طبقه با ارتفاع 632 متری که در سال 2008 ساخت این برج شروع شد و در سال 2016 به اتمام رسید. و این برج بلندترین برج چین و دومین برج بلند جهانه. برج بعدی برج دوقلوی پتروناس. برج‌های دوقلوی پتروناس از بلندترین برج‌های جهان. این برج در شهر کوالالامپور در کشور مالزی قرار دارد. هفتمین برج رو شما بگید.